شما ببینید اینمی کشور امریکایی که فعلا در جهان حرف اول میزنه، میفهمین که از ایجاد از این کشور چقدر وقت میشه؟ یا 240 سال یا 241 اینم قدر، یعنی از ایجاد از این کشور. اما ما با افغانا میگیم که ما 5000 سال تاریخ داریم. اونا را ببینین و ما را ببینین. در هر لحاظ ما چی هستیم؟ محتاج هستیم. اقتصاد ما خراب، الحمدلله امنیت خوب است، اما امنیت ما خراب بود. حق خود نمیشناسیم، حق یک کلان نمیشناسیم، حق همسایه خود نمیشناسیم. این از بی‌علمی ما هست. اگر ما علم داشته باشیم، این جنجالایی که در 40-45 سال بوده این هیچ وقت نمی آمده. چرا؟ اینمی ما افغانه بودیم که یک عده ما خیستن انگلیس آورد. چرا؟ به مو یک عده و به مو یک گروه چی باشه فایده باشه. و تا اگر دیگران هر رقم بمباردم شود، هر چی شود، هیچ مشکل نداره. اگر ما علمیت می داشتیم و این را فکر می‌کردیم که ما مسلمان ها مثل یک بدن واحد هستیم، ما هیچ وقت به این حالت نمی رسیدیم.